سلام، ببخشید فعالیت پیجمون یک کمی محدود شده. این ماشین مهمون جدید مجموعه ماست، پونتیاک 1947. از این به بعد قراره که ما اینو به صورت جز به جز بازسازی کنیم. حالا رنگ نمی کنیم چون این رنگش مشکلی نداره، هیچ زدگی نداره، یک زدگی کوچیک از اون هم اینجاست، اینا درست میشه. ولی قراره که کامپلت با حوصله جز به جز بازسازی بشه. از این به بعد ویدیوهای مختلفی ازش میذارم. مگه علاقه‌مند بودید حتما لایک کنید، کامنت بذارید، نظر بدید. بالاخره نظراتتون میتونه کمک کار ما باشه. حالا توی مراحلش اگه چیزی بود که کمک خواستم، من نظرسنجی میذارم، شما نظراتتون رو بگید. این فرمون قراره عوض بشه. داخلش قراره لوازم خریداری بشه، خیلی‌هاش هم موجوده. ممنونم از توجهتون.